چند پیش نوار لاتوکوبی سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پهن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می‌گذرد، اما بجز یک شرح داستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و 5 سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سوال همچنان داغ مانده است و جواب می‌خواهد که آیا این طرز مناسبت به سربازان بیانگری چی است؟ یک مورد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. ضمناً بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروزه ما دلربا صمدوف، مدیر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و احمد ابراهیم، سردبیر هفته‌نامه پیک در کولاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا صمدوف، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسم‌های حربی بوده میتواند؟ مرحبا. سلام تماشابینان عزیز. در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه ها، گفتگوی ها بسیار درباره مناسبت های غیر آیین‌ناموی در قوه‌های مسلح بودند که این ویدیو نوار نشان داد که تا چه درجه بی‌جزایی زیاد است، زیرا چون که ما می‌بینیم یک گروه سرباز از دیگه گروه سرباز جوانتر را لاتوکوب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یگان فکر و عقیده و انتظاری درباره آن که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو میشوند نداشتند. این هم شاهد آن است که در قسم‌های حربی مناسبت ها زیاد است و برای همین سربازان از بی‌جزایی امیدوارند و به این جنایت ها دست میزنند. فکر میکنید که این یک مورد علاهیده است یا ادامه دار و تنها یک نمونهش دسترس مردم شده است؟ به نظرتون چی است؟ البته در جامعه، در شبکه‌های اینترنت ما بسیار ویدیوها آید به ابله میبینیم. همه آن نفرانی که به قسم‌های حربی به خدمت به واسطه ابله میفرایند، آنها اختیاری نیستند، آنها نمیخواهند که در قسم‌های حربی خدمت کنند. و البته من فکر میکنم که از جهت روانی فکر کنیم، نفرانی که نمیخواهند که خدمت کنند آنها رو با یک ترس، با یک زورن در قسم‌های حربی نگاه می‌دارند و آنها قربانیان این خیلی مناسبت ها میشوند و در آینده خودشان به این مناسبت ها دست میزنند. همه پرونده‌هایی که در تشکیلات ما هستند، این پرونده‌ای میباشد که سربازان به مرگ رسیدند یا سلامتیشان تا اون درجه وزنین شده است که آنها را دیگر در داخل قسم‌های حربی نگاه داشته نمیشود. یعنی گفتی روسا این ورخوشک آیسبرگ میگن که یک قسم خورده که یک میباشد که برای جامعه شده است، لیکن دیگه باقی مانده لاتوکوب ها، دیگه باقی مانده پس زدن آبروی و اعتبار اسکران در داخل قسم حربی پنهان میماند، چون که نه همه وقت سربازان آماده هستند که شکایت کنند. تشکر. احمد ابراهیم، شما در سامانه پیک نوشتید که اگر کدام ساده لوح گمان کند که این ویدیو را پنهانی به نوار گرفته است، خطا میکند. منظورتون از این گفته ها چی است؟ مرحبا. بله، در حقیقت ویدیو را ما هم تماشا کردیم. این ویدیو را پنهانی گرفتن امکان نداشت، چون که اونجا یک چند نفر همان گیدها با اصطلاح نواسکران را لاتوکوب میکنند. این اتاق خوردکک بود، در اونجا کسی پنهان شده چیزی را پنهان کرده و نوارگیرک را گذاشته نمیتوانست. نوار روی راست است و در حالی که حکومت جمهوری با این مسئله دقت خیلی جدی داده است و تمام ارگان های حفظ حقوق در جستجوی همین گونه دیدهای شکنجه کننده اند، این نوار را خودی آنها هم گرفته نمیتوانستند، چون که هیچ ممکن نیست اینها از چنین طرز مناسبت با نواسکران نترسند. پس شما وجودی چنین بدرفتاری ها را در قسم‌های حربی رد میکنید و میگوید که چنین حالت ها مخصوص ساخته میشوند، همین طور است؟ قبلا بود، قبلا چنین مناسبت ها بودند، الحال چنین مناسبت ها در ارتش با گمانم که وجود ندارند، چون که خیلی چاره‌بینی های شدید روی کار گرفته شدند و مجرمین به مجازات کشیده شدند. این نوار را میتوانستند کدام بدخواهان به
بدخواهان همین ملت و همین دولت و حکومت کشور به نوار گرفته به معرض گذارند تا سیاه کنند و بدنام کنند. الحال در بسیار قسم‌های حربی هم ما بودیم، با هر بهانه رفتیم دیدیم و پرسیدیم، پنهانی از عسکران گفتند که کماندیران خیلی احتیاطکارانه رفتار میکنند با ما، حتی از دشنام کردن هراس دارند. تشکر. بله تشکر. دلربا صمد و شما به همین حرفای احمد ابراهیم رازی هستید که یعنی این نوار ساخته بود، یعنی به طور مصنوعی پیشکش شده بود با کدام یک هدف و این چیزا، شما چی میگوید به این مسئله؟ من هم وقتی که باری اول این نوار رو دیدم من امیدوار بودم که این ساخته‌کاری است، چون که این خیلی وحشیگری رو از طرف سربازان انتظار نبودم. دوم انتظاری من، آرزوی من آن بود که این ارتش تاجیک نباشد، لیکن پس از آنکه ما علاقه سر و لباس آنها را، سخنهای آنها را نقصتر شنیدیم و تماشا کردیم، فهمیدم که این ارتش تاجیکستان است. افسوس که این نوار حقیقت است، چون که پروکوراتور حربی گارنیزون ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است. این نفران دستگیر کرده شدند و روزهای نزدیک علاقه بررسی این پرونده آغاز می شود. ما نباید که در پیش این معماها چشممان را پوشیم، انکار کنیم که این مشکلی هست، چون که از انکار کردن ما این مشکلی ها ریشه کن نمی شود و این همچون انعنه از یک نسل به نسل دیگر می گذارد. در حقیقت ما باید که اعتراف کنیم که شرایط خیلی بد است. ما شرایط رو در نظر دارم، مناسبت های غیر آیین‌ناموی بین سربازان. دولت چاره اندیشیده ایستاده است، لیکن در اینجا نقش جامعه، نقش روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان، والدین خیلی بزرگ است و ما نباید که بی‌طرف باشیم. این نه تنها مشکلی همون والدین و خود سرباز قربانی که جبر دیده، این مشکلی همه ما است، چون که ارتش بخطری ما را، بخطری ملی را، بخطری دولت را تامین می‌کند و اگر داخل ارتش خیلی چیزها باشد ما امید از بخطری کردن نمیتوانیم. تشکر. همون طور مقامات گفتن حادثه ماه دکبر سال گذشته در یک قسم مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده است، اما تنها پس از نشر و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی دادستان کل واکنش کرد. چرا تا زمان، سوال یعنی این است که چرا تا زمان در جامعه سر و صدا نشود مقامات تفتیش و سنجش نمیگذرانند؟ دلربا شما چی میگوید؟ من فکر میکنم که اگر همین نوار رو گیریم با سبب‌های تکنیکی، چون که این سربازان پس ماه‌های اپریل مای علاقه خدمت رو به اتمام رسانده به خانه خود رفتند و کسی از همین گروه همین نوار رو پهن کرده است، چون که اکثریت آن نفرانی که دستگیر شدن و به همین صادر کردن جنایت گمانبر شدند آنها علاقه در خانه های خود بودند. اکنون فرض کنید حالت والدین آنها رو، آنها کودکان خود رو، فرزندان خود را انتظار بودند، آنها با تنتنه به خانه برگشتند، لیکن بعد از چند وقت اومده آنها را دستگیر کرده برای صادر کردن این جنایت. قهرمانان آن را گویا از خانهشان با کشیده بردن برای به جوابگیری جنایی کشیدن. عموما در این نوار سر و صدای بلند بسیار کرد. ما با مقامات پروکوراتور مکتوب نوشته بودیم، خیلی جدی اهمیت داده ایستادن. حتی پروکوراتور حربی گارنیزون ما رو دعوت کردند که همچون نماینده جامعه شهروندی در مرافعه سودی اشتراک کنیم. حاضر از طرف ما ادوکات برای حفظ حقوق‌های جبردیدگان پیشنهاد کرده شده است. تشکر. یعنی مقامات خبر داشتن اما آشکار نمیکنن، یا همون طوری که مقامات گفتن اساساً فرماندهان قسم‌های حربی چنین حالت‌ها را پنهان می‌دارند. چرا؟ جناب احمد ابراهیم شما چی نظر دارید مرحبا؟ من اول با یک چیز باید که روشنی اندازم. بله. ساخته‌کاری گفته شما چیز دیگر رو در نظر دارید، من چیز دیگر رو. ساخته‌کاری با این خاطر نه که اینها بازی میکنن یا چیکار کار دیگر میکنن. این بزرگ عسکران در حقیقت لطکوب کرده ایستادند. شاید اینها فرمایش گرفته باشند یا شاید خود ندانند و فرمان کسی را اجرا کردند. دوربین های نظارتی را در همه کنج و کنار نصب کردن امکان ندارد. شاید در 80% کدام یک بنا ممکن است 20% دیگر میماند که کارهای خلوت را پیش برند. اینجا در جای اینها همین کار را کردن با شکنجه دست دادن که در اونجا دوربین نیست و همین نوار پوشیده مانده است و وقتی که
با همون نفران مغرضه که میخواستند ارتش ما رو سیاه کنند، حکومت رو سیاه کنند و همین رو پخش صلاح دیدن که پخش کنند، بعد البته واکنش می شود. اونها به هدف رسیدند. اکنون این نفرانی که هم لطوکوب میکنند مظلومند، هم اونهایی که لطوکوب میشوند مظلومند. چون که من گمان ندارم که یک نفر بزرگ عسکر یا دید در همین شرایطی که تمام جامعه، تمام مقامات و جستجوی چنین نفران میان بستند، دست به همین کار زنند با چنین طرزی روی راست، روشاد و به معرض همگان گذارند. اصلا دید و دیدافشین در تمام دور و زمان ها بود. از زمان پیدایش ارتش این بود، زمان شوروی هم بود. ما خدمت کردیم و دیدیم که دیدافشین هست. فرق بین اون دیدها از این دیدها در همین بود که اون دیدها وطن دوست بودند. یعنی این دیدهای ما وطن دوست نیستند. اونها شکنجه اسکرانی رو، نواسکران رو میدونن که از عهده کار نمی برآمدند. اصلا وقتی که ما در پراندن و در دیگر چیز نمونه بودیم، اونها به ما دست نمی زدند. تشکر جناب ابراهیم احمد. خواهش میکنم احمد ابراهیم، یعنی شما طرفدار این هستید که همین گونه نوارا، همین گونه حالتها آشکار شوند و پخش شوند؟ البته آشکار شدن در کار اگر باشند، اینها را آشکار کردن در کار تا چاره اندیشند اگر راه دیگر نباشد. وقتی که آشکار کردن اینها به طور دیگر امکان دارد، بگذار آشکار کنند، بگذار جزا دهند به این نفران. اما باز میگویم من بر آن عقیده نیستم که چنین شکنجه ها تا هنوز در ارتش ما جای داشته باشد. تشکر. رباس آمده و آن گونه که در ویدیو دیده می شود، سربازان برای لطوکوب هم خدمتان خود اصولهایی را استفاده می برند که ظاهرا تجربه شده است و شاید در گذشته به خودی آنها روا دیدند. نظر شما در این باره چی است؟ در این نوار ما یکی از انعنه‌های حربی رو می‌بینیم و نامش خوب است. خوب یعنی سرباز میگویند که وای با دهان خود هوا گیرد و وقتی که با دست به روی سرباز میزنه یک آوازی بلند به اداره کنی سرباز میبراید و این معناش خوب است. بسیار وقت همچون پس زدن آبروی اعتباری سرباز استفاده کرده میشد این انعنه. اگر در خاطر داشته باشید پرونده شهبال میرزایف رو، ما از همین انعنه، از همین خوب لطوکوب شهبال میرزایف، رحمتی شهبال میرزایف آغاز شده بود. این انعنه ها هم از وقتی خدمت وابستگی دارند، هم از جایی که دعوت شدند، از شهر و ناحیه‌ای که دعوت شدند وابستگی به همون مکانشان وابستگی دارند. سال از سال کمتر شده ایستاده است، لیکن نه همه قسم‌های حربی کشوده هستند. مثلا ما از سال 2014 اینجانیم در یک جایگی با وکالتدار از قسم‌های حربی وزارت مدافعه دیدن میکنیم. شرایط آنها، شرایط بودوباشت سربازان، جای استقامت، یعنی کازارما، همش بهتر شده ایستاده است. تامینات خوراکی، لباسه، دوربین ها نصب کرده شدند. دیگه چیزی که استاد گفتن جایهایی هستند که اونجا دوربین ها نیست. کشتارهای سرحدی قسم‌های حربی می باشد که ما تا حال یگان بار به آنجا تشریف نآورده ایم و سربازان اینجا گروهی کلانی سربازان محض در کشتارهای سرحدی خدمت میکنند، یعنی سربازانی که دعوت کرده شدند. اینجوری در قسم‌های حربی با یک همچون انعنه یک قاعده نانوشته است که هیچ وقت باید که سرباز شکایت نکند. حتی اگر وی گرفتار لطوکوب وزنین شده باشد هم وی بهتر می شود که اینا صبر کند، طاقت کند، بهتر از آن که وی خبرکشی و شکایت نماید. نه چون که در این بین دیگر سربازان یک گروهی کلکتیف مردها نسبت شکایتکاران، نسبت خبرکشان یک جزای با مخصوص است. برای همین سربازان تا وزنین شدن حالت سلامتیشان شکایت نمی کنند یا دست به خودکشی می زنند مثلا. و از همین سبب در قسم حربی ما بی‌جزایی پهن می شود. و در همه قسم حربی که من در قسم حربی وزارت مدافعه بودم، در همه آنها رقم‌های تلف باوری پروکراتور حربی وزارت مدافعه نوشته شده است سربازان باید که دسترسی به تلفن‌های موبیلی داشته باشند و باوری داشته باشند که اگر شکایت کنند حالت آنها بدتر نمی شود. یعنی که شما شما از اصطلاح جزای مخصوص یادآور شدید. باز چگونه شکایت ها از طرف سربازا به شما رسانده میشه؟
با والدانشون با سازمان شما از جمله چگونه باز شکایت های دیگر هست که اونها به شما میرسند؟ من گفتم که در آغاز برنامه گفتم که افسوس که تنها پرونده هایی که علاقه سرباز سلامتیش خیلی وزنین است یا اینکه به مرگ رسیده است به ما دسترس می شود. بسیاری وقت والدین زنگ میزنند و التماس میکنند که تنها مشوره دهیم، چون که آنها از بدتر شدن حالت سرباز خواطر هستند و تنها میخواهند فهمند که با چی راه باید که سرباز را حمایت کرد. و مثلا گرفتاری لطوکوب شده است، حتی به پدر و مادرش گفته است که و یا سوزن میخورد یا شیشه میخورد و ما یاردم میکنیم که پدر و مادر به پروکراتور حربی عریضه نوشته به پهن کردن این معلومات در جامعه، اما سرباز از یک قسم حربی به دیگه قسم حربی گذرانند تا که در همون قسم حربی که و خدمت میکرد فشار نشود تا آغاز شدن پرونده تا بررسی شوی پرونده. البته باید که شکایت کرد و طلب کرد که مقامات چاره‌های الوه‌ای نسبتی شاهدان یا جبردیدگان مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز اندیشند، چون که پروکراتور حربی همه وقت سری وقت به مراجعت‌های ما جواب می‌دهد و همه چاره‌ها رو برای حمایت جبردیدگان می‌اندیشد. بله. یگانه راه شکایت است. بله، تشکر. به همین حرفای دلربا سماد و شما احمد ابراهیم چی نظر دارید؟ چی برداشتایی دارید شما؟ چون که به نشریه شما هم زیاد مراجعت میکنن، درست است؟ بله، ما چنین مواد با نشر رسانده بودیم. پاسخ به همین سوال ما گفته بودیم که باید که یک قطار قسم‌های نظامی را وابست به نشریه‌های مستقل کنند. مثلا شاگردان ما توانند که آزاد به آن قسم نظامی وارد شوند، سیر حربی را البته صرف نظر کرده ببینند که چه حال دارند و بگذار نوسکرانی که به اونجا رفتند در خلوت با ژورنالیستان هم صحبت شوند و راز دل بگویند. البته سیر نظامی را آنها باید فاش نسازند، اما در مورد مناسبت با دیدها با نوسکران حتما باید اطلاع بدهند. اگر که شکنجه باشد، اگر تهدید به مرگ باشد، در هر صورت ارتش جمهوری ما امید به همین عسکرکان ابله شده ندارد. تشکر. ارتش جمهوری ما سپاه دیگری دارد عبارت از میانه سالهای همچون ما که در وقتش ما تربیه وطندوستی درست گرفتیم و با همین سین و سال و با همین چیز ما میتونیم وطن رو حمایت کنیم. همون عسکرکانی که آنها رو میزنند و آنها شکایت میکنند که ما رو زدند یا که ما رو میزنند، اینها چگونه میتونند وطن رو محافظت کنند؟ جناب احمد ابراهیم، آیا ریدکسی شما یگان تحقیقات در قسم‌های حربی آید به سرنوشت یگان سربازی اذیت دیده انجام داده است؟ میتونید شرح دهید؟ ما همین چند روز پیش مهمون یک قسم نظامی شدیم که خیلی اینا را کن سیر نظامی هم که نباشد میگویند سیر نظامی است فاش نکنید. ما رفتیم و با کماندیری همین قسم نظامی و با عسکران سابقه دار و نوسکران در خلوت هم صحبت شدیم. وقتی که ما با نوسکرانی که نو 3 روز شده بود با قسم وارد گشته بودند در خلوت هم صحبت شدیم. گفتیم میزنند، خندیدند، خندیده استهزا کرده گفتند نه اینجا کسی روی ما دست نمیبرد. من از کماندیر پرسیدم که آیا هست چنین واقعه ها؟ اون هم تبسم کرد و گفت اکا اینها در گذشته سال پیش هر چیزی که گوید اونها درست بود. الحال کماندان سخت هراس دارد از تیزی قانون، هیچگاه دست به لطوکوب نوسکر نمیزند و بگذار اگر که باشد نوسکرانی هستند که پنهانی تلفن دارند، بگذار زنگ زنند به ردکسیون، ما در ساعت زود به اونجا حاضر میشیم و میکروفون به دستشون میدیم. تشکر. بله، ویدیوی لطوکوب سربازان در سالهای اخیر مورد یگانه نبوده است. سرنوشت پرفاجعه شهبال میرزایف را به یاد داریم، یا مرگ مرموز تاج‌الدین خالوف، رجب علی نظرف، میرعلی باقیف و دیگران را. چرا این حالتها در ارتش هرگاهی روی میدهند و با وجود واکنش‌های تند و تنقیدها اصلاح نمیشوند؟ جناب احمد ابراهیم مرحمت.
یک چیز رو فراموش کردن در کار نیست. وقتی که 100,000 نفر رو در یک جا گرد می آوری، اگر حتی در استراحتگاه هم باشن، یک نفر دو نفر اونها میفوتد، از بلندی میافتد، معیوب می شود. همه این رو با ارتش بار کردن لازم نیست با رزیلی کسی، چون که وطن بوی میدهد، دولت بوی میدهد از این آوازه ها و بگذار واقعه ها البته جا دارند. در زمان شوروی هم جا داشت که در پیش چشم ما نوسکر رو پراندن، ما دیدیم که به هلاکت رسید، روده هایش بر آمده بود، ما اینو دیدیم. اما این حادثه ها احیان صورت میگیرند. از 100,000 البته یک نفر دو نفر با چنین حالت دچار میاد. همه عسکران سابقه‌دار و افسران وطن دوست و رحمدل نیستند. آنها هم گاه و اما جینی و نزاع در داخلشون هست. آنها حتما با کار دست میزنند، اما این معنی اونو ندارد که با عسکری نروند. این معنی اونو ندارد که امروز ما ارتش رو برهم دهیم. هیچگاه چنین کردن در کار نیست و هر کسی که کمبودی های دولت را بر ضرر حکومت مدام کوشش میکند استفاده برد و خطا میکند و خودش هم ضرر میبیند. وقتی که نزاع میخیزانند با چنین راه و نزاع برمیخیزد، پیش از همین نفران به هلاکت میرسند. اینها رو نابود میسازند. یعنی به نظر شما یعنی باید مطبوعات خاموش است و این حادثه ها دیگر پنهان مانند و حکومت یعنی خوب است و گلستان است در تاجیکستان، این است میخواهید بگویید؟ گفتم که حکومت 100% خوب است. حکومت کمبودی ها دارد مثل هر یک حکومت دیگر، اما تا به آن روز رسیدن در کار. ببینید که امریکا همین 250 سال پیش زنگی های افریقا را با کشتی ها بار کرده، صدها نفرش در راه میمردند و برای غلامی به امریکا میبردند. در مملکت ما این حادثه های دهشتبار بودند، اما اینها ذره از اون بحر است. دلربا صمد، و همین سوالی که به احمد ابراهیم دادیم، نظری شما چی است؟ چرا این حالت ها در ارتش هر گاه روی میدین و با وجود واکنش های تند و تنقیدها اصلاح نمیشوند؟ به فکر من چونکه یگان اصلاحات دقیق در ارتش گذرانده نشده است. ارتش ما در همین جای خالی ساخته شده پس از فاش خوردن اتحاد شوروی به یک ارتش‌های بزرگ از تبدیل یافته ایستاده است. لیکن از جهت قانونگذاری، آن استانداردهای آن قانونگذاری که حالا ارتش را به تنظیم می‌دارند، اکثریت آنها همون استانداردهای قانونگذاری شوروی میباشد. حقوق‌های سربازان، حقوق‌های حتی خدمتچیان حربی نظر به حقوق‌های شهروندان عادی کمتر است. مثلا حقوق به ادوکات ندارند. وقتی که اصلاحات نیست، اهمیت بزرگ داده نمی شود، اهمیت ضروری داده نمی شود، تنها به همون حادثه ها پس از شده گذشتن حادثه اهمیت میدن. بهتر بشد که البته قانونگذاری را سبکتر کنند، قسمه حربی را کشاده کنند، به طور دموکراتی نظارت کنند. جوابگری را برای کماندیران قسمه حربی در آن قسمه حربی که خود جنایت میشد باید که جوابگری پیش بینی کرده شود. تنها پس از این رهبریت علاقه یک شدیدتر و نسبت مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی نظارت می‌کند. پیشتر سالها تا سال 2015 عموماً آمار گشوده بود. پس از سال 2015 آمار جنایت در قوای مسلح علاقه پهن نمی شود. ما نمیدونیم که تا چند زیاد شده است یا کم شده است جنایت ها. لیکن پیشتر جنایت یکم این قاچاق بود و جنایت دوم بین سربازان این نسبت های غیر آیین‌ناموی بود و علاقه دیده ایستاده که تا چه درجه جنایت کم شده است یا زیاد شده است. جامعه شهروندی هم اشتراک کرده میتوانست که در پیشگیری جنایت یک سهم خود را گذارد. البته خوب می شود که اگر سربازان را به رخصتی جواب دهند، در نزدیکی خانه‌شان در همون محل استقامت دائمیشان خدمت کنند، چون که نظارت والدین هم خیلی مهم است. تلفن های موبیلی گفتیم، لیکن در تاجیکستان استفاده تلفن های موبیلی در قسم های حربی منع کرده شده است. سربازان تنها از تلفن های موبیلی کماندیران زنگ زده میتونیم. ما گفته نمیتونیم که تا چه درجه آنها آزادانه
метавонанд ки занг зада агар масалан қурбони мусибатҳои ғайриоиномавӣ бошанд шикоят карда тавонанд. Яъне аз як ҷиҳат рақамҳои прокуратураи ҳарбию вазорат навишта шуданд, лекин аз дигар ҷиҳат сарбозон дастрасии озод ба телефони мобилӣ надоранд. мо дар бораи кадом шикоят гап зада метавонем? پس در این صورت وقتی که این اصلاحات هایی که شما اشاره کردید احمد ابراهیم ذکر کردن، وقتی که اصلاح نمی شود از طرف مقامات مسئول تاجیکستان، پس آینده چی رو می شود انتظار شد؟ دلربا مرحمت. من امیدوارم که بهتر می شود، لیکن ما باید که در پیشی معما چشممان رو نپوشیم. خیلی که من گفتم ما باید که درک کنیم که اگر اصلاحات نشود، وقتی که یگان روزی که قواهای مسلح برای ما، برای تاجیکستان، برای ملت، برای حمایت دولت لازم می شود، تا چی اندازه همین دوستی، باوری بین سربازان، بین افسران شرایط فراهم می‌برد که آنها همچون دوست، برادر، همچون ملت یک دولت نسبت دشمن حمایت کنند، نسبت یکدیگر تیر اندازی نکنند. چون که بسیار در تجربه میخواد چیزهایی شده بودند که وقتی که سربازان عدالت رو نمیبینند، وقتی که آنها رو هیچ کس حمایت نمیکنند، البته آنها خودشون دست به جنایت میدن. یعنی آن نفرانی که آنها رو تعقیب میکنند میپرونند یا به خودکشی دست میزنند. باید که همین روز البته ما شاهد شده استودیم که شرایط بدتر شده ایستاده است، پیشی راه این رو گرفت، چون که عاقبت ناخوش می شود. تشکر زیاد. و در آخر برنامه راه حلی از بین بردن یا کم کردن بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که باعث به مرگ و معیوب شدن جوانان می شود کدام است؟ چیکار کنیم که جوانان به سرباز شکار و بریدن سیم برق و بستن مسجد و گریختن از کشور به ارتش خودشون به پای خودشون بروند؟ جناب احمد ابراهیم از شما خواهش میکنم. من چنین پیشنهاد بارها کرده بودم. افسوس که در وزارت دفاع گوشی شنوا نیست. باید که همون 8 سال پیش وقتی که من پیشنهاد کردم، اگر به این گفته گوش میدادند، اگر از بخل باشد که ما آبرو میگیریم بلا به پس ما و ما اهمیت ندهید و همین پیشنهاد رو از نام خودتون گیرید و راه اندازی کنید. یک پیشنهاد آخران باقی ماند در وجود من که اون رو باز پیشنهاد از منبر شما استفاده بوده، باز پیشنهاد میکنم به وزارت دفاع. ارتش باید 1 ساله باشد و همه خدمت کنند. بعد ختم مکتب اگر 18 ساله شده باشد باید حتما باید اول به عسکری رود، بعد آمده دانشگاه داخل شود، زن گیرد، خانه سازد، زندگی مستقلانه به راه ماند. اگر 18 ساله نشده باشد در 17 سالگی مکتب رو ختم کند، بگذار به کورس اول داخل شود و از کورس دوم 18 ساله که شد رفته همون 1 سال خدمت رو ادا کند و گشته بیاید. همین پیشنهاد راه اندازی شود تا مشکلات به یک بار برطرف شود. من با گنرال که نامش رو نمیگویم، با گنرال پیشنهاد کردم چرا شما نمیخواهید که خدمت 1 ساله شود و همه در 18 سالگی اول خدمت بعد زندگی کند. وای میدونید خیلی آشفته شد، چون که منفعت دار بود. از این مشکلات از ابله و از دیگر چیز شد منفعت دار بود که خیلی آشفته گشت و قریب که از گریبان من گرفته بود. همه این رو بالا با پس همه این افسرکانی که منفعت میجویند، منفعت وطن بالاتر از همه است، بگذار همین پیشنهاد رو گیرند و همین رو راه اندازی کنند، دیگر کار رو مرکب نکنند، پیچیده نگردونند. صدها پیشنهاد اینجا لازم نیست. 18 ساله اگر که خیلی معیوبی برجا مونده نباشد، اونها هم رفته در اتریادهای پولک‌های مخصوص خدمت کنند. مثلا در یک هسپتال رفته خدمت کند و با معیوبان اسکران و افسران معیوب خدمت رساند. دلربا صمدووا، شما خواهش میکنم شما چی نظر دارید؟ راه حل چی است؟ مرحمت. منم با پیشنهادهای استاد راضی هستم. باید که حتما مهلت خدمت اختصار کرده شود. این یک سبب اساسی از بین رفتن مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای می شود. لیکن با دعوت کردن جوانان از سن 18 ناراضیم، چون که تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که اکثرا وقت جوانان آماده نیستند. آنها از خانه از منزل والدین رفته به جای نو با سر و لباس نو با یراق از عهده نمیبرند و بسیاری اکثریت وقت
مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز، لطوکوب، دزدی محض از طرف جوانانی که مثلا پس از صنف 9 رفتن به خدمت یا که دانشگاه رو ختم نکردن این جنایت‌ها صادر می‌شوند. حضور پس از آن که قانون نو قبول شده، پس از دانشجویان رو با دیپلم دعوت میکردگی شدن، صفت سربازان بلند شده ایستاده است. مثلا وقتی که ما صحبت میکنیم با سربازان، الکی و حقوقشون نمیدونن، چه باید شکایت کرده میتونن. از این خیلی صفت سربازی به صفت فایده زیادتر است و من فکر میکنم که سببی اساسی که ارتش ریفورم نمیشود این فساد است، چون که دعوت این یک سرچشمه بزرگ فساد است و همه مقامات و نفرانی که در دعوت اشتراک میکنند و دستگیری میکنند که دعوت در همون شکل امروزه شده ایستاده است، آنها همشون اشتراکچیان فساد هستند. تشکر به هر دوی شما و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما دلربا صمدوه، مدیر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و احمد ابراهیم، سردبیر هفته‌نامه پیک در کولا بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید به ما بنویسید تا دیدار در برنامه دیگر. خدا نگهدار.